میشن. ببینید چه قشنگ. این کله رو میارن اینجا باد میشه و پوست از مو جدا میشه، در نهایت خیلی راحت تو آب دوش تمیز میشه. نگاه کنید. به هیچ ماده ای افزوده نمیشه به این کله پاچه، فقط باد میشه و میره تو آب دوش. خیلی برکت میشه. کله رو ببینید. کله مثل کله شیره، اینقدر درشته. مردا اصلا یک چیزیه خدایی. بکنم 5-6 نفر قشنگ سیر میشن اینو بخورن. درست میگم؟ درسته. انشالله برکت باشه. خدا هم بهتون قوت بده که تو این گرما پای کوره دارین زحمت میکشین. دمتون گرم. ماشاءالله این کله نگاه کنید. هر چی از درشتی این کله پاچه بگم کم گفتم. انشالله خیر برکت باشه. آقا دمتون گرم. دیگه‌ش هم ببینید. این دیگه بخاره. بعدش هم که کله ها اینجوری تمیز میشن و میرن توی وان تا کز داده بشن و برسه دست شما عزیزان. ماشاءالله. واقعا میگیم خیر برکت باشه. آنم به این کله های خوشگل آماده است که برای کز دادن. مثل اینجا نگاه کنید. کزش هم میده.